سومانی دیگر تحفه پنجم زم در مکافات شریف و سهراب. زاهی جان زاهی جان کجا شد؟ اگر زاهی نآید باز هم در تقدیر حلش و جایزه سیوم اینجا هم نظری داوران دقیق است. من خواهش میکنم از زاهی جان فرصت دارد نزدیکتر بیاید. خب زاهی جان شانس از دست ندهید برادر عزیز. خب یک دقیقه دیگر برای آمدن زاهی جان وقت باقی مانده است، چون گفت 10-15 دقیقه لکه وقت هم پشت سر شد. زاهی جان حسین و پهلوان ازبکستانی در صورت نآمدن جایزه از دست می رود. فرصت داری خواهشمندیم زودتر بیا. اگر زاهی جان نآید، اگر زاهی نآید از سبب بخت و نگرانی دست کشیدنش از هنرنمایی تحفه را به خورشید مجیدوف تقدیم میکنیم. زودتر با خواجه زاده بهروز کمیته تدارکات تحفه های خاطره‌ای تقدیم کردن. از جهان پهلوان خواهش میکنیم یک لحظه نزدیک بلندگویت بیایم. سال 1975 جهان پهلوان زنده یاد سید مومن رحیموف این عنوان و نتیجه بزرگ را به دست آورده بود. بعد از 42 سال مربی زاده خاولین صدرالدین عابدوف این ایفای وظیفه خود را هم صمیمانه انجام داد و خواجه زاده بهروز بعد از 42 سال تحولات را در ورزش سمبای کشور به میان آورد و عنوان قهرمانی را سال 2017 به دست آورد. این دستاورد شایسته را ما با پهلوانی محبوبی تاجیک تبریک میگوییم. یک یخدان، قالین، ماشین جامعه‌شویی، تلویزر با پهلوان تقدیم کرده می شود. تشکر زیاد. سلامت باشید. تشریف شما باشه و سرفرازی. شریف ها شریف بجب بزنید
زهری جان از 20 دقیقه گفتگی 6 دقیقه دیگر هم گذاشت. بس جایزه که گفتیم بین خورشید مجیدوف و زهری جان تأسیس شده است، مکافات سیوم عالی میدان امروز است. نیامد پهلوان ازبکستانی اگر دست کشد و قدرت و توان میدانداری کردن نتواند، حالا ما جایزه را به پهلوان تاجیکستان بدون مبارزه او تقدیم می‌سازیم. حسن زهری جان. حسن زهری جان. خب زهری جان نیست، گیران نکه برادری عزیز که دیگر نیامدم کنی. حسن پهلوان ازبکستان اگر ترس و هراس داشته باشد و به میدان نآید، ما جایزه را به خورشید مجیدوف تقدیم میکنیم. ازبکی بگو بفهم آخی نباشد نه. بخت و اقبال سعادتی خورشید مجیدوف افزایی کرد. برای سپاریدن این جایزه تشکر. تشریف آوردن نخواهم ترسی نیروسنجی در وجودشان باز هم شهریان کنند. سپاسگزاریم. حالا برای سپاریدن این جایزه عالی دوم میدان امروزه ما خیلی یاد نباشم کنی زهری جان. گوشتی نگرفت جایزه را مکافات را گفتیم دیگر باره هم توجه کرده. پهلوان تشکر. سلامت باشید. نوری دیده دست کشید از خروسمایی و پهلوان محبوبی تاجیکستان خورشید مجیدوف جایزه سیوم تقدیم کردیم. از رقابت دست کشیدن پهلوان ازبکستانی جایزه را رئیس حکومت ناحیه خاورلنگ با خورشید مجیدوف ورزشگر نامی کشور تقدیم می‌سازم. رسید گذاریم برای تشریف همه
و تلاش‌های پیوسته همه شما که میدانداری خوب نشان دادید از نام رهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان برای در سطحی بلند و جهت تشکیلی سطحی عالی عرض سپاس میکنیم. امیدوارم که چنین صمیمیت و محبت دستوری ملی ما در دیگر کشورهای همسایه هم باز هم رشد تازه پیدا میکند. همه شما را با این سرزمین خیر مقدم از نام محترم وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان همه شما را با سرزمین همیشه بهار خاوری خیر مقدم میگویم. اگر سلامت و امان باز هم عمر وفادی کند سال دیگر هم چنین شهامت و تمتمه را در میدان خاوری خواهیم دید. به همین ایده با شکوه دستوری ملی در ناحیه خاوری انجام یابد. همه شما را خوش آمدید. نور دیدار.